علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اما سوال دیگر این که سلف یا این که اهل سلف به چه کسانی گفته می شود؟ اولا سلف در لغت به معنای گذشته را میگن. سلف در لغت به معنای گذشته را میگن و اما در نزد علمای اهل اعتقاد، در نزد علمای اهل عقیده، سلف به همون کسانی که از سه قرن مفضله ای که بر اونها فضیلت بخشیده است به اونها گفته می شود الصحابه و التابعین، یا اینکه الصحابه و التابعین و کسانی که باز از تابعین به خوبی اتباع و پیروی کرده هستند. پس اینها سلف امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند و اینها مطلقاً افضل ترین امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. و الله عز وجل فرمود که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، سبقت گرندگان اولین از مهاجرین و انصار و کسانی که اتباع و پیروی کردن از اونها به خوبی، و کسانی که اتباع و پیروی کردن از اونها به خوبی. الله عز وجل از اینها اعلان رضایت کرده است و برای اینها الله عز وجل جنات را آماده کرده است که همیشه که در این جنات هستند. و الله عز وجل میفرماید که ذلك الفوز العظیم، و این پیروزی عظیم و بزرگ است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیر الناس قرنی، بهترین مردمان کسانی که ایمان آوردند و به شریعت تسلیم شدند از مردمانی که در قرن من هستند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که بعد از اونها میآیند. و فرمود که ثم الذين يلونهم، سپس کسانی که بعد از اونها میآیند. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و کسانی که از صحابه به خوبی اتباع و پیروی کرده هستند، اینها سلف امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. اینها اهل سلف هستند و سلف امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. پس هر کسی که اگر دعوت میکند همون طوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت کرده است، و هر کسی که دعوت میکند همون طوری که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعوت کرده است، و هر کسی که دعوت میکند همون طوری که تابعین، اون کسانی که به خوبی از صحابه اتباع و پیروی کرده هستند و مثل اینها دعوت میکند، پس اینها کسانی هستند که بر منهج اهل سلف رحم الله هستند، کسانی هستند که بر منهج اهل سلف رحم الله هستند. پس گرچه که زمانم طولانی باشد بین پیروان سلف از اهل سلف رحم الله، ولیکن مادامی که آن طوری که اونها دعوت کردن، آن طوری که اونها عقیده داشتن، همون طوری که اونها اخلاق و رویش و سلوک داشتن، هر کسی که به مثل اونها باشد و به اونها موافقت بکند، پس اینها اتباع سلف هستند، اینها پیروان اهل سلف رحم الله هستند. پس وقتی که هر یک نفری که از ما، وقتی که یک نفری که از ما میپرسد، پس در جواب ما گفته میتونیم که ما اتباع اهل سلف هستیم و پیروان اهل سلف هستیم. سلف این امت همون کسانی هستند که برای شما بیان کرده شده الصحابه و التابعین، یا اینکه الصحابه و التابعین و کسانی که از تابعین به خوبی اتباع و پیروی کرده هستند. بله، بارک الله فیکم.